آقای منتظری وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان‌ها خیلی خرابه. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم درباره آقای خلخالی حرف بزنم که نخست وزیر سابق رو برای چی زمان شاه رو واسه چی کشتن، هنوز دادگاهش تموم نشده. کی کشت؟ نخست وزیر رو هویدار. اینا واسه چی کشتن؟ هویدار چیکار کرد؟ رئیس آموزش پرورش اون خانم فخرو پارسا اون واسه چی کشت؟ اون که خارج بود. نه خارج نبود. چرا؟ از ایران رفته بود بعد اومد ایران. عرض میکنم خارج بود اومد گفتم میری اونجا میکشنده. گفت که بابا این آقای بهشتی یا آقای باهنر اینا تو کتاب‌هایی که قبل از انقلاب می‌نوشتن یا آقای باهنر با ما اینا همکار ما بردنش اعدام کرد. شهردار تهران نیکپه یکی از اتهاماتشی بود که تهران ترافیک داره، پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. یکیش محمدی یزدیه، الان زنده است تو دفتر آقای خامنه‌ای در قم، درس خارج هم میگه زنده است. میخواد من یه نامش حالا بود میخوندم از بندر عباس، میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن خدایا از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات. اینا باند سید مهدی بودن. خب آقای منتظری اینا نگفته بود، اسم نیاورده بود، شما مبهما میگفتید باند سید مهدی از زندان ها گفت. آقای منتظری یه جا میگه گزارش رسیده که یه نفر رو تو زندان بهش تجاوز کردن، یه دختری رو بهش تجاوز کردن. یه روزی این خبر رو مرحوم خانم اعظم طالقانی میاد میداد به آقای منتظری. حالا شما بگو اونم لیبرال بوده و ضد انقلاب بوده، خب خود دو خدای تبریز. بعد آقای ری شهری میاد پیش آقای منتظری. آقای منتظری ازش میپرسه، میگه همچی خبری به من داره راسته؟ گفته متاسفانه بوده. خب حالا اینا که دیگه ما چیز نداریم. اگر کهریزک نبود، باند سعید امامی بعدش نبود، بعدش اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود. اگر بابا برید تو همین باند گروه سعید امامی بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی، وقتی میخواد تو گوش زن سعید امام بزنه نامحرمه مثلا، دمپاییشو در میاره با دمپایی میزنه. توییت بیارید فیلمشو.